سلام دوستان، من آرشم. به چنل من خوش اومدید. امروز میخوام بهتون 10 تا از پر افتخارترین و بهترین فوتبالیستای تاریخ ایرانی رو معرفی بکنم. بریم که با هم دیگه معرفیشون بکنیم. شماره 10 آقای خداداد عزیزی، ملقب به غزال تیزپای فوتبال ایران، مهاجم اسبق تیم ملی که 13 گل ملی هم داره. توی باشگاه‌های پاس، اف سی کل و تو باشگاه پرسپولیس هم به صورت کمکی به داخل آسیا فوتبال بازی کرده. اون گل معروف به استرالیاش هم که دیگه همتون میدونید. مرد سال فوتبال آسیا هم شده و توپ طلای آسیا رو داره. دوره فوتبالیش بازیکن خیلی ترافرز و تکنیکی بود، ولی خب به خاطر اینکه بازیکنای جلوتر حالا یه ذره پر افتخارتر و محبوبتر و معروفترن، رتبه 10 لیست ما رو میگیره. شماره 9 آقای علی پروین، هافبک هجومی اسبق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس که الان 78 سال سن داره، ملقب به پروین پاتلایی. حالا طرفدار تیم رقیب استقلال علی دنبه هم صداش میکردن. این آقا 13 گل ملی داره، مثل آقای خداداد عزیزی 91 گل برای تیم پرسپولیس زده و کلا باشگاه خاصی هم بازی نکرده، اکثر فوتبالش رو داخل پرسپولیس گذرونده. توی رده ملی هم بازیکن به نامی بوده همیشه از قدیمی‌های فوتبال. بیشتر الان ما داخل عرصه مربیگری و مدیریت و اینجور چیزا دیدیمش، اما خب شماره 9 لیست ما رو گرفته آقای علی پروین در طول فوتبال خودش. شماره 8 آقای حسن روشن، الان 69 سال دارن، مهاجم اسبق تیم استقلال هستن. بیشتر فوتبالشون رو بین استقلال و الاهلی امارات رفت و برگشت، هم میرفتن و میومدن. آقای روشن تنها فوتبالیست تاریخ ایرانه که هم توی جام جهانی، هم توی جام ملت‌های آسیا و هم بازی‌های آسیا و هم المپیک گلزنی کرده. فوتبالیستی که معروف بوده به تکنیکی بودن و سرعتی بودن و گل زدن‌های عجیب و غریب خودش. به نظر من میتونست حتی جای بهتری داخل لیست داشته باشه، اما خب به خاطر اینکه توی اون دوره که آقا فوتبال بازی می‌کرد زیاد دوربین و سوشال مدیا و اینجور چیزایی در کار نبوده مثل آقای پروین، رتبه های این افراد یه ذره پایین تره، اما خب رتبه 8 هم چیز کمی نیست داخل این لیست پر افتخارترین و بزرگترین فوتبالیست های تاریخ ایران. شماره 7 آقای ناصر حجازی که سال 90 متاسفانه تو سن 61 سالگی فوت کردن. توی باشگاه های استقلال، تاج و شهباز دروازه‌بانی کرده و توی تیم ملی هم خب قاعدتا بوده. 62 بازی ملی داشته، از باشگاه منچستر یونایتد پیشنهاد داشته، اما خب متاسفانه حالا دیر رسیده به تمرینات و اینا، نتونسته به اون باشگاه بپیونده. توی دوره فوتبالشون هم یه قانونی اومده بود برای 27 سالا که بازیکن بالای 27 سال نمیتونن داخل تیم ملی بازی بکنن، به خاطر همین آمار ملیشون پایین بوده، وگرنه 67 بازی ملی برای اون موقع شاید الان میتونست رکورددار بازی ملی هم باشه دیگه. همه هم از القابش و اینا با خبرید که به عقاب ایران معروف بوده. شماره 6 آقای آنترانیک اسکندریان که الان 62 سال سن دارن، اعجوبه دفاع ایران بوده، دفاع میانی بوده که توی باشگاه استقلال، تاج و نیوجرسی ایگلز بازی کرده. و یه افتخار عجیب و غریبی که ایشون داره، جالبه که بهتون بگم، توی تیم منتخب ستارگان جهان دعوت شده و بازی کرده. و حالا من از خیلی از آدمای قدیمی پرسیدم راجع به ایشون، مثل اینکه فوق‌العاده بوده داخل پست دفاع وسط و اصلا ملقب صخره بوده و کسی ازش نمیتونسته به راحتی عبور بکنه. شماره 5 آقای مهدی مهدوی کیا که دفاع راست و بال راست تیم ملی و پرسپولیس و بوخوم و اینتراخت فرانکفورت و هامبورگ و اف سی کلن بوده. 13 گل ملی داره و جالبه که بهتون بگم مرد سال فوتبال آسیا تو سال 2003 هم شده. یه هافبک و دفاع راست بسیار سرعتی با فرارای معروف و به یاد موندنی خودش، شماره 5 لیست ما رو گرفته. فقط برام جالبه که الان آقای مهدوی 47 سالشه و من موقعی که خدافظی کرد بچه بودم. عجیبه الان ما کریس رونالدو رو میبینیم که تو سن 40 سالگی هنوز داره بازی میکنه و پشت سر هم گل میزنه. چجوری آقای مهدوی؟ من اصلا تعجب میکنم که 47 سال با دیدن سنش تعجب کردم واقعا. شماره 4 آقای جواد نگونام، هافبک دفاع اسبق تیم ملی فوتبال ایران که 38 گل ملی داره و برای هافبک دفاع خیلی زیاد گل زده.
توی استقلال، الکویت، الوحده، اوساسونا و پاس فوتبال بازی کرده و دومین بازیکن برتر سال آسیا تو سال 2013 هم شده و بیشترین سابقه فوتبال داخل عرصه ملی رو داره. مدت خیلی زیادی کاپیتان تیم ملی بوده و خودم به عنوان بیننده همیشه فوتبال جواد نکونام تو اون پست دوست داشتم. کلا تیم ملی ایران خیلی هافبک دفاعی های خوبی داخل این تاریخ خودش داشته که جواد نکونام یکیشونه، آندرانیک تیموریان یکیشونه، کریم باقری یکیشونه، داشتیم حامد کاویانپور و امثال هم خیلی هافبک دفاعی های خوب خیلی زیاد داشتیم. امید ابراهیمی، الان سعید عزت اللهی. شماره 3 آقای کریم باقری و بازم هافبک دفاعی، بازیکن سابق تیم ملی ایران و پرسپولیس که الان 50 ساله هست. فوتبالش از تراکتور شروع کرده، پرسپولیس، آرمینیا بیلفیلد و چارلتون و السد بازی کرده. یکی از یعنی با 50 گل ملی بدون هیچ حرف و حدیثی گلزن‌ترین هافبک در عرصه ملی بین تمام دنیاست و بازی‌های کریم باقری رو اگه یادتون باشه خب طبیعتاً حق میدید که رتبه 3 لیست داشته باشه. شماره 2 آقای علی کریمی که الان 46 ساله هستن و تو باشگاه‌های فتح تهران، پرسپولیس، استیلازین، شالکه و بایر مونیخ فوتبال بازی کرده. فوتبالش هم توی تراکتور سازی تموم شد. 38 تا گل ملی داره. بهترین بازیکن سال آسیا تو سال 2004 شده و تو سال 2012 هم دومین بازیکن سال آسیا بوده. جالبه یه نکته که راجع به آقای کریمی بگم، سال 2006 نامزد سلطان دریبل جهان بوده. خودتون که میدونید اون سالا بازیکن‌های مثل تیری آنری، رونالدینیو و خیلی فوتبالیستای دیگه، کاکا، بازیکن‌های برزیلی اون دوره اوج فوتبالشون بود، اونا هم بودن. ولی خب علی کریمی هم اسمش در بین اسم این افراد بوده و این خودش برای هم علی کریمی، هم ایران، هم طرفدارای علی کریمی افتخار بسیار بزرگیه. فوتبالش همونطور که گفتم توی تراکتور سازی تموم کرد. توی عرصه مربیگری کار خاصی نکرد، یعنی من تا جایی که یادمه مثلا سپید رود رشت و اینجور چیزا بود. خب مربی خوبی ازش در نیامد هیچ وقت، اما خب لقب جادوگر رو داره و دوره بسیار زیادی تیم ملی، پرسپولیس، بایر مونیخ، اما خب بیشتر فوتبالش خارج از ایران بوده. شماره 1 آقای علی دایی، سلطان علی دایی که 54 ساله هست. فوتبالش از استقلال اردبیل شروع کرده و دیگه معرف حضور همتون هست توی تیم‌های مثل بایر مونیخ، هرتا برلین و السد قطر فوتبال بازی کرده تو خارج از ایران. توی ایران هم برای پرسپولیس فوتبال بازی کرده، برای سواباتری فوتبال بازی کرده و دوره آخر فوتبال ایشون داخل باشگاه سایپا بود که هم مربی بودن ایشون هم فوتبالیست، که حتی یه قهرمانی هم برای سایپا آورد اون سال. 109 گل ملی داره و بعد از کریستیانو رونالدو و لیونل مسی سومین گلزن برتر تاریخ فوتبال در رده ملیه. آقای علی دایی بهترین بازیکن سال آسیا تو سال 1999 شده و دومین بازیکن برتر آسیا داخل سال 1996 شده. افتخارات فردی، افتخارات ملی، افتخارات باشگاهی که آقا داره واقعا حقشه و هیچکی به جز علی دایی لایق رتبه 1 تاریخ فوتبال ایران نیست. البته خب بهتون بگم ما فوتبالیستایی داشتیم که توی یه زمان کوتاه خیلی فوق‌العاده بودن، یعنی شاید حتی از خیلی های این لیست بهتر بودن، حتی شاید از علی دایی هم توی یه دوره کوتاه بهتر بودن. اما آمار ارقامی که ما داریم، نظری که ما داریم میدیم طبق سایت ها و افتخارات فردی و باشگاهی و ملی در طول مدت و فوتبالیستایی که به طول مدت زیادی بتونن افتخارات کسب بکنن، سطح خودشون رو حفظ بکنن، اونا توی این لیست جا پیدا کردن. اما خب فوتبالیستای بسیار خوبی داشتیم ما همیشه. الان مثلا مهدی طارمی خیلی فوتبالیست خوبیه، حتی مهدی قائدی خیلی فوتبالیست خوبیه، سردار آزمون فوتبالیست خوبیه. حالا شاید در ادامه اگر افتخار درست حسابی برای تیم ملی یا افتخار فردی خوبی بتونن کسب بکنن، شاید بیان داخل این لیست جا پیدا بکنن. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو من همراهی کردید. لطفاً با لایک، کامنت، سابسکرایب از من حمایت بکنید و اگر ایده ای دارید توی کامنت ها واسم بنویسید تا ویدیوشو بگیرم. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.